وقتی الگوی طرد شدن در تو درونی شده، تو یه قانونی برای خودت وضع کردی. دنبال حل کردن نرو. در نهایت اون آدمه تو رو ول میکنه. پس با اولین نشانه های تعارض و بحث، قانون چی میگه؟ میدان رو ترک کن. خودت ترک کن تا قبل از اینکه اون بخواد تو رو ترک بکنه. نتیجه چیه؟ من هیچ وقت دنبال حل کردن مسائلم توی رابطه یا کارم نمیرم. اصلا توی این بود به شدت ضعیف میشم. یاد نمیگیرم که من چطور مسائل زندگیمو، مسائل کاریمو، مسائل رابطه‌ایم رو حل کنم. چرا؟ چون همیشه قانون به من دستور فرار داده. بنابراین میبینی اون فرد یه لیستی داره از ان تا رابطه که تموم شده و افتخارش هم اینه: من 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 اون رابطه رو ترک کردم. یا اینکه بالاخره از همه جمع‌ها طرد میشیم. هر کی نزدیک بشه و بفهمه که من کیم، حتما منو ترک میکنه. پس قانون این میشه: هرگز نذار کسی به تو خیلی نزدیک بشه و صمیمی بشه، چون قطعا ترکت میکنه و دوباره اون درد طرد شدن رو بهت میده. حالا توی زندگی فرد میبینی این آدم یه دونه دوست صمیمی نداره. حتی ممکنه میل این آدم به این قضیه باشه ها، دوست داشته باشه با آدم‌هایی در ارتباط باشه و حتی نزدیک و صمیمی بشه، اما وقتی میرید بررسی میکنی میبینی حتی یک دوست این آدم نداره و این روان شماست که نمیذاره اون آدم‌ها بهتون نزدیک بشن. و همونطور که قبلا گفتم، این قانونها خیلی هاش در ناهوشیار شماست. به همین دلیل اصلا بهش آگاه هم نیستید. اینجا میگیم که ببین، بیارش تو هوشیاریت، شخم بزن و ببینش. ببین اصلا این قضیه در تو هست، از مسئلت برو سراغ این. اگر تو در صمیمی شدن به آدم‌های مسئله رو داری، اگر نمیتونی یک دوست صمیمی همجنس خودت رو داشته باشی، باید شخم بزنی و پیدا بکنی ببینی مسئله الان روشنه. ولی شاید این چیزی باشه که ما خیلی به عنوان مسئله ندیده باشیمش، یا شاید حتی دوست داشتیم یه دوست خوب داشته باشیم ولی به عنوان چیزی که واقعا ممکنه یه ریشه‌ای در روان من داشته باشه اصلا بهش نگاه نکردیم. اینجا داره مطرح میکنه ببین چرا این یک مسئله است. این مسئله‌ایه که یک ریشه مهم در روان تو داره که حالا ممکنه به شکل‌های دیگه‌ای هم خودش رو نشون بده. حتی شما ممکنه با همسرتون هم نتونید صمیمی بشید چون روان شما داره این کارو میکنه. طبق اون قانونی که وضع شده که میگه نذار کسی نزدیک بشه، این فقدان صمیمیت تو زندگی مشترکتون هم داره اتفاق میفته و همین فقدان صمیمیت از شما خودتون رو تبدیل به یک آدم خشک میکنه. آدمی که راحت نیست، آدمی که خودش نیست. یه قانون دیگه اینه: انقدر باج بده تا تو رو ترک نکنن و اسمشو بذار مهربانی. در صورتی که کسی که واقعا از سر مهربانی کاری رو میکنه دیگه چه اون آدمه باشه چه نباشه ازش توقعی نداره، اصلا توقع تشکر کردن نداره. پس بنابراین این حقیقی نیست، این ماسک مهربونیه. زمانی که ماسک مهربانی رو زدیم به شدت از اون آدم متوقع میشیم و وقتی که حالا منو ترک میکنه احساس میکنم به من خیانت شده. اگه اون آدمی که من بهش مهربونی کردم کاری رو برخلاف میل من بکنه، انگار به من خیانت شده. واقعا این حس رو ما داریم ببین اینجا چقدر خودشناسی مهمه و میتونه چقدر کمکت بکنه. چرا؟ چون داره ما رو به چیزای مهمی میرسونه و کم کم ما داریم اصیل میشیم. هی این ماسک ها و نقاب ها رو کنار میزنیم و به خود اصیل تری انگار داریم میرسیم. به طبع خب پس رابطه هامون هم متفاوت و فوق‌العاده با کیفیت تر خواهد شد. چون خیلی از ماها با همین ماسک مهربونی یا با مهربونی کردن زندگی دیگران و اطرافیانمون رو کنترل میکنیم.
ما حقیقتاً مهربون نیستیم. ما میدونیم با این نقاب مهربونی میتونیم اطرافیانمون رو کنترل کنیم. انقدر به بچه‌مون محبت میکنیم تا بتونیم اون زندگی که ما دوست داریم بندازیمش توی اون لاینی که ما دوست داریم، بره اون رشته‌ای که ما دوست داریم، کاری رو بکنه که ما میخوایم. ما به همین دلیل اونقدر مهربانی میکنیم یا این ماسکو میزنیم که ببین من چون دوست دارم اینو بهت میگم، ولی واقعیت اینه دوست داریم اون بیاد تو کاری که ما فکر میکنیم درسته، کاری رو بکنه که ما میخوایم. پس وقتی قانون اینه تو هر کاری میکنی که فقط ترک نشی، چون هدف چیه؟ نذار ترک بشی. دوباره در اون زخم عفونی باز میشه، یک عالمه چرک میریزه توی زندگیت. پس اشکالی نداره، کار راحته رو انتخاب کن. کار راحته چیه؟ نذار ترک بشی. هر کاری بکن، نذار ترک بشی. یه قانون دیگه اینه که باید اونقدر خوب و کامل باشی که هیچ وقت کسی نتونه تو رو طرد کنه. حالا برای این شما ممکنه دست به چه اقداماتی بزنید؟ ممکنه خودتو تبدیل به یک عروسک خیمه شب بازی بکنی. میری توی یه رابطه، میگه من از یه آدم لاغر باربی اینجوری خوشم میاد. سوء تغذیه میگیری، خودکشی میکنی که لاغر بشی. هیچ وقتم از خودت راضی نیستی. بعد ممکنه بیفتی تو دام هر روز عمل کردنهای افراطی، پسرا تزریق کردن برای بزرگتر شدن عضلاتشون، بعد تلاش بیوقفه و گاهن هم بسیار پرخطر برای داشتن امکاناتی که خودشون رو بتونن برای دخترها مطرح کنن. خیلی هاشون میافتن توی کارهای خلاف برای اینکه بتونن امکانات خوب در سریع ترین زمان ممکنه به دست بیارن. ممکنه بیفتن تو باندهای مختلف کلاهبرداری، یا نه یهو میبینی انتخاب اون فرد یهو میشه کار، کل زندگیشو تبدیل میکنه به کار و هیچ لذتی هم از زندگیش نمیبره که فقط نیازها و خواسته های خانوادهش رو بتونه برطرف بکنه. چون میگه ببین خانواده من فقط از من پول میخوان، اگه پول ندم منو طرد میکنن و معتقدن تو پدر خوبی نیستی، تو همسر خوبی نیستی. کل زندگیشو تبدیل میکنه به کار و هیچ لذتی هم از زندگیش نمیبره. حالا برای خانم ها ممکنه یه مدل دیگه باشه دیگه. هر روز به یه شکل در اومدن، هزینه های افراطی کردن برای تایید شدن، چون قانون اینو میگه دیگه، انقدر خوب باش که نتونه از تو بگذره. ببین من به این قانون از نوع سالمش خیلی احترام میذارم یعنی معتقدم تو باید بیفتی توی مسیری که از هر نظر داری رشد میکنی، تو داری جذاب میشی، تو توی این مسیر روی اعتماد به نفست، روی توانمندی هات داری کار میکنی. این اوکیه که هر روز سعی میکنیم که قوی تر بشیم و یه خود بهتری رو به این جهان ارائه بکنیم. حالا توی این مسیر هم تو ممکنه اونقدر جذاب بشی که واقعا کسی هم نتونه ازت دست بکشه ها، ولی ریشه سالم و ناسالم داره، مرزش خیلی باریکه. از سر طرد شدگی داری این کارو میکنی، حتی برای ورودت به بعضی از چیزهایی که خوبه. مثلا این دوره رو گرفتی که چه کاری بکنی، اصلا میخوای واقعا جذابیت درونی داشته باشی که چه اتفاقی بیفته، از سر اون طرد شدگی هاست یا واقعا رشد و جذابیت برای خودت الان تو اولویتته؟ این دوره رو گرفتی که چه کاری بکنی و این کار رو برای فردیت خودت داری انجام میدی. این دوتا نتیجه رو متفاوت میکنه. شما تو این دوره قرار نیست که بیایید ارزش هاتون رو با یه سری ارزش های دیگه‌ای که من دارم بهتون میگم تعویض کنید. نه، هدف بزرگ من از تهیه این دوره اینه تو به عنوان یک انسان
دنیای وسیع‌تری رو بتونی تجربه بکنی. چون من یه چیزی رو فهم کردم و اونم اینه، ما میترسیم دیوارهای خونمون رو که در حقیقت اون منطقه امن روانمونه عقب‌تر ببریم، یا کلاً انکارش میکنیم، یعنی میگیم این دیواره اصلا تکون نمیخوره و من اصلا نمیتونم تغییر توش ایجاد کنم، یا از تکون دادنش میترسیم. و همیشه این جمله دبی فورد واقعا تو ذهن من حک شده که واقعا اگه خوب فهمش کنیم میتونه درهای بزرگی رو روی ما باز کنه، که میگه ما آموختیم بزرگی خودمون رو نپذیریم. ما آموختیم بزرگی خودمون رو نپذیریم. حالا شما نگاه کن ببین که چقدر ما در طول عمرمون در حق خودمون ظلم کردیم. ما از بزرگ شدنمون میترسیم. انسان دنبال امنیت بوده همیشه چون به واسطه این که دنبال امنیت بوده پس خودش رو کوچیک نگه داشته. ما یاد گرفتیم فقط همین دنیایی رو ببینیم که نشونمون دادن. هدف از این دوره اینه، این دیوارها رو ببره عقب‌تر، به تو کمک کنه بتونی دیوارها رو ببری عقب‌تر و دنیای وسیع‌تری رو تجربه کنی و بفهمی که هست. چون تا زمانی که ما ندیدیم، شما فقط همین جهانی رو دیدید که نشونتون دادن. ما چیزی رو تو این زندگی تجربه کردیم که برامون تعریف کردن. نگاه کن ببین دنیا در تصور تو چطوریه؟ این میشه جهان بینی تو. تو این جهان بینی نگاه کن ببین در تصور تو دنیا چطوریه؟ این میشه جهانبینی تو، که اصولاً جهانبینی ما خیلی شبیه جهانبینی پدر مادرمونه، به خاطر اینکه ما از دید اونا نگاه کردیم دیگه. اونا به ما گفتن دنیا این شکلیه، ما این شکلی دیدیم. تقصیر اونا هم نیستا، به اونها هم همین مدلی نشون دادن و ما آموختیم که دنیا این مدلیه. اما این الزاماً حقیقت این جهان نیست. و ما اینجا قراره این کار خیلی بزرگ رو بکنیم که این جهان بینی مال من نیست. جهان اینجوری که من فکر میکنم نیست. خیلی از امکاناتی که توی این جهان وجود داره و فقط برای 1-2% از مردمه، برای بقیه رویاست. چه اتفاقی داره میافته؟ بعد حالا جهانبینی تو اینو میگه، اونا همه یه بابای پولدار دارن، بعد 10 تا مورد میاری که مثلا اینها رو نگاه کن، اینا باباشون پولدار بوده، یا اینا مثلا نمیدونم فلان بودن، در حالی که صدها مورد دیگه هم هست که پدر مادرای پولدار نداشتن. مانی خوشبین، خیلیا این پارکینگ ماشینای لاکچریش رو میبینن دیگه و حسرت میخورن. اما این آدم اینو میگه، ببین من از زمین تمیز کردن به اینجا رسیدم. پس تو اگه بخوای دنیای بزرگتری رو تجربه کنی، باید جسارت رفتن تو دل خیلی از این اعتقاداتت رو داشته باشی. جسارت این که بگی این جهان بینی من بوده تا الان و حالا پنجره ای رو باز کنم، دریچه ای رو باز کنم و چیزهای دیگه ای رو واقعا ببینم و سعی کنم تجربهش کنم. و واقعاً باید این جسارت رو داشته باشی که بری و خیلی از اون قوانینت رو بی‌اعتبار کنی. خیلی از این آنچه که بهشون اعتقاد داری رو باور کردی رو باطل کنی. و حالا اینها چطور اتفاق میافته؟ با مثالهای نقضش. من الان براتون چیکار کردم؟ انقدر مثالهای نقض باید برای خودت بیاری تا بتونی تو هم جهان بزرگتری رو ببینی. و این خودش یه نوع قدرشناسی از این جهان هستا. این که من دارم به وجود نعمتهای این جهان مهر تایید میزنم، به جهانی که میگه من بخشنده هستم. اینم یه جور قدرشناسی پیشرفته است. من بیشتر آدم‌ها رو میبینم برای آگاهیشون یه لونه‌ای ساختن، از اون بیشتر و از اون فراتر رو نمیتونن ببینن، نمیخوان که بفهمن. و هدف از خلقت ما اصلا این نبوده. من باید دروغ‌هایی که باعث شده من ضعیف بمونم رو بی‌اعتبار کنم، باید پیداش کنم.
و یه جایی در انتهای این دوره ما باید به اینجا برسیم که یه روزی در حضور خداوند فقط بگیم خدایا منو ببخش به خاطر اتهاماتی که به تو زدم از سر نادانستگی، آنچه که خودم اجازه ورودش رو به زندگیم نمیدادم، خودم موانع ایجاد کرده بودم تا نعمتهای تو رو نتونم دریافت بکنم و این اتهام رو به تو زدم که تو نمیدی، در حالی که تو خودت رو اینطور معرفی میکنی: من خدای بسیار بخشنده و بسیار مهربانم. من خدای بسیار بخشنده و بسیار مهربانم. و من ظرف کوچیک خودم رو به تو نسبت دادم. ظرف من کوچیک بود برای دریافت کردن و فهم نکردم که من باید ظرف خودم رو بزرگ کنم. اون آبشاره که داره میاد، این ظرف کوچیک منه که داره انقدر دریافت میکنه، ولی به تو اتهام زدم. خیلی جاها من خودم با طلسم‌های روانیم، با افکاری که داشتم مانع ایجاد میکردم جلوی جریان‌هایی که تو برای خوشبختی من داشتی وارد زندگی میکردی. من خودم سد کردم، ولی این اتهام رو به تو زدم که تو صدای من رو نمیشنوی. یه روزی ما باید به این نقطه برسیم که متوجه بشیم هر آنچه که در این جهان داره اتفاق میفته بازتابی از درون خودمونه و این واقعا همونه که توی قرآن خداوند میگه هرچی خیر و خوشیه از طرف من داره به سمت تو میاد، هرچی ناخوشیه از طرف خودت داره به زندگی خودت میاد. این مضمون اون آیه هستا. حالا شما انشاءالله برید و این آیه رو خودتون پیدا کنید. هرچی ناخوشیه از طرف خودت داره